بچه ها بگیرین. نه خداوند همه ما را بته خودتون زیادتر بته وطندارای ما گفترا را میلیاردر بسه بته کستیزنی و قم پرستی نته بان که کس مادر گفت چاو چاو کده برای دلاک بیناموسی کستیزن دلاک بود قوم از این دلاک است قم پرستی بگیرید زن مردی را گفت در منطقه ما یا دلاک بودن این کس مادر دلاک بودن. اما تو سکندر ای البچینو کنترل مغزش در دستش است، حال احساساتی نمیشه. چرا؟ این کستیزن که از خود مردمانش که کل زنان پایچه سا شمول خودت خاله پریده کل گیره در عیاش تا $1,000,000 خانه داشته باشی اولا که مردم حمایت مردم باشه حمایت مردم باشه $1,000,000 خانه بخیر گو بخورو نفر که احساساتی شد. من خرقص نیستم، من کله دارم، مغز مرا بده مردم بادام پر کرد حمایتم کردن خدا یارشان حمایت گرم. زنده باد چیز گفتره که 3 سال مرا حمایت کرده زنده باد. فکر کنه فامیل سر زمین دشمنای ما سوار شده، سر زن دشمنای ما سوار شده، سر زن سکندر سوار شده، سر 4 نفری که مرا توهین میکنه ویدیو جو میگن سر زنای عزیز سوار شده. شما گفتره جانم هستی وطندارا بدر رنگانی بچه سی بار دیگه تو برابر بگیرین نمانه کلیگی بچه ری سفره یک دبل دب میکنیم خواهشم بچه بریم دبل برما بگیری پشت سکورتین برو میترا دیگه میگه نصر من مرا تک تناسم بری بچه کلیگی یک دبل برما بگیری کلیگی دیگه دوستا سلطان بچه ها تیم سکور ما پایین است 15 نفر گفتره مرا فولو کنید. جانم هستی جانم هستی کنگ کلگی دوستا کلگی یعنی برادر کلگی داکارت کنگ برادر جانم هستی دوستا از تک تک داکارت کنگ جانم هستی داکارت کنگ جانم هستی Thank you so much وطندارا جاغوری برادر جانم هستی خدای بغلانی کنگ جانم هستی جمال برادر جانم هستی دوستایی که ندیدین معذرت میخوایم. ضربه دو ادامه داره باش که این دوست ما نام یادم نرفته نام صحیح خوانده نمیتونه من چشم که داری انجام گذاشتم بگو شوی زنم شوی زن سکندر نامش خواندن از بگو شوی زنم شوی زن سکندر گفتره من بگو شوی زنم شوی زن کسایی که مرا توهین میکنن ویدیو جور میکنن کس مادر بگو شوی زنم برام گفت شوی زن تو زن سرطانیت کستیزان چپ مردگا بخو کیرم است که خورده رئیسی بخو کیرم در کس زن سرطانت بسیار بیناموس آدم بگی بقلا بالکن است که بالکن خانه $4,000,000 بالکن دارم $4,000,000 خریدیم فامیلی بالکن خانه برابر خانه سالون دست بالکن خانه فامیلی برابر سالون دست بالکن زن چطور است که کلا کانادایی سنبش کرده کس زن تو چطور است سرطان گرفتش نره به در پیسه تا جمع کنی سرطان گرفتش دیگه زن دیگه که در زیر لنگ دیگه کسا میده در لندن او چطور است خان بچه بری اکسکور مرا بالا بری بچه سارا اگه میتونی یک سنپ کد جیگر کم پیش بچه همی پراود اگه دلای وسیم دخیابت جانم هستی کوین بچه جگر است ما دیگه کتون نمیگم تو نمیزنه کار خودتون است اجباری خوش آمدی دوستا خوش آمدی از تک تک من کار ندارم با کسی کار ندارم گفت میزنه خانه تو با تیج دقیقش نشه جانی بیگ باس بیگ تشکر از تک تکتان دوستا یک کنیم از نفر هستی دوستا گفتره بر فلو کنی از تک تکتان تشکر بیگ باسمن جانم هستی داکارت برادر جانم هستی خدا یارتان یه خانه دگاه میخره میکشه کرا میتونه دیگه زندگی میکنم یه خانه دگاه میخره فامیل یکیش دکرا میده میکشه زندگی میکنم من دیگه کار نمیکنم در مفت آموخته شدیم نه میگم خانه تا مردگا خانه جور کو بیاد کو مردگا واسطی باز چی میکنی باز فامیل یا خانه تا فامیل تا نری که مردگا کنم ام چیز گفتراز برات سرشاب مردگا کو زنا را بیارم جمیزنه که در کانادا گرفتی و بسیار مقبول هم است از ما خب بیچاره مریض ویژگی است از خود بیار که مقبول است بیارش اموجا سیستم کو سر گفترا بچین ها 3 دور شیر زدیم زن سکندر کجاست کنم دیگه تا باش اوه زن سکندر سرطان داشت مرا سرطان گرفت
بیگناه را زن بیگناه را اله کرد. مچم که به او را انگلیس میگویا، او را افغانی میگویا، او را عرب میگویا. من برای شیر زدم قیمتش بالا کنه. من دانه شیر زن سکندر آورده دید که هم دیدی تو قصاص میگه. سکندر خیلی نمی از این گفتران یا الپچینو مرا نجات بده. سکندر تو برای الپچینو مرا بخیز زن سکندر تو برای الپچینو مرا بخیز گفتران الپچینو مرا گیفته بزن. الپچینو توس مادر الپچینو تو کی نورده بودی؟ سرطانی نورده بودی؟ مرا پیسی من کلم بکشم. مرا دیدی پشت مادر تو پیسی مرا گرفته سر سکندر مادر بود. در لندن این کستزن ادا کرد، 2 تا اولاد داره. این کستزن از منطقه مادرخیل مسی کستزن هم بشناسم. این دلاکای منطقه ای مادر تو کس مادر بوده. مادرخیل مسی بیناموس دیگه بخم سعید بیناموس بشناسم. ما به قرآن اگر ما عکس بیادرش، عکس پادرش، عکس کل فامیلش برد ننداختم بگو توف سکندر دارید، من خونه میکنم بی غیرتی نه یا میخوره این کس مادر دلاک بوده، یا سر ریش بچه هایی که به دنیا نو میامد یا سنت میکردن. این بیناموس مردم هستن یا جانم هستی دروغ میگه، گو میخوره کس مادر دروغ میگه، دلاک بوده بیناموسه. بچه کلی گریزم یک وقتی آرامی که هسته بیناموس دلاک بوده. دلاک آدم بشاره اینجا برای آدم شاد کنیم لگانه خانه میخره خدا دلاک است. بیناموس دلاک، بیناموس دلاک است. برای بچه لایک آدم ارشاد 4.5 لک دلار خانه خریده او میخوره. یا آدم بیعقل قوم پرست سیگرت میزنه. اینی میگن بیعقلی. سکندر بیعقل کستزن زن سرطان تگیم فامیلش از این کستزن فرار میکنه. بری پلیز دو نات صد لایک تون چی میشه میفهمی فشان برادر من توهین نمیکنم. او آمده توهین کرده رئیس من شندی دارم صادری دارم. او توهین کرده رئیس من توهین نمیکنم. من رفت دارم در بگیره بسوزه و کفه 4.5 لک دلار خانه خریدیم دلشان کفیده بکف 4.5 لک دلار خانه دارم. 1.5 دلار 82 اینجا تلویزیون خریدیم بکف. جدی براتون میگم. بکتاش خوش آمدی. کدام کمپانی از الپچینو؟ اگر حمایت دارین حمایت کنین، ندارین از کدام کمپانی گرفتی؟ سونی بیشک خوش نگردی کمپانی خانم کمپانی داره. پیسه شما مصرف میشه. نه تلویزیون نه تلویزیون مالی خانه را که جواب میده. خانه رو نمیفهمیم دیگه. اولی چی وقت مود خانیت میره که تو خانه رو به نمایش نکی؟ گپ شما میزنی در لایف ما 2000 نفر است. در لایف ما دروغ نگید. 2000 نفر 2000 نفر از این میاله اینجا. چند من بچهش میلگانم. من یک چیز بر بگم، آدم بی غیرت هر چی که گیر کرده بلگانه. کمی سکندر بود بلگانه دقیقش نشه. این بی غیرت که بی غیرت کارهای زیر سکا. او 4 تا موبایل دوز هم رفته در کنار از استاد شده. همون طرفدارای ما بودن. این موبایل دوزا کلش طرفدارای ما بود. اینیا که به نام بچه تیمور لایک میکنیم موبایل دوز هستن. یا مانو بیناموسا است که در افغانستان گو کرده بودن. بچه چند نفر در لایف من میبینم؟ 4.5 لک دلار خانه خریدیم دل دشمنان کفیه. ما که تباسه کس زن تر چی میجفی بجاف. 4.5 لک دلار خانه خریدیم. از ژورنالیسم تا بچه فیلم تا کستزن تا قوم پرست کسمادر کلش در گرفته. آدم با شخصیت های اقتدارش که سر به ویدیو جا که در گرفتین. کارکاس بگویا من خوشم میشم. هپی فور یو. تشکر دوستان. ما اکتبار سر